به قسمت ویژه ورکدیت خوش اومدید. افتخار داریم که امروز میزبان مهمان ارجمند و بزرگواری هستیم که مدیر فروش شرکت فیوچر اسکای و وارد کننده رسمی برند هاگر میشه. ایشون متولد اسفند ماه 1360 اهل همدان و فارغ التحصیل رشته کامپیوتر. مهربون، منعطف، صبور، بسیار دقیق و منضبط در کار. مهرداد اسفندیاری، سلام مهندس. سلام، وقتتون خیلی مخلصم، ممنونم که دعوتمون رو قبول کردیم و از راه دور تشریف آوردین. خیلی ممنونم ازتون مهندس. قربونتون، مرسی. مهندس، یه رزومه تعریفی از خودتون بفرمایید که تو چه زمینه‌ای فعالیت میکنید و دقیقاً چه کاری انجام میدید. عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران محترمتون و بیننده‌هایی که هستن. عرض کنم خدمتتون که من مهرداد اسفندیاری، رشته تحصیلیم کامپیوتر بوده، ولی خب دست روزگار منو برده بیشتر به سمت فروش. از کودکی بهش علاقه‌مند بودم. سالها توی بازار اسباب بازی توی حوزه واردات اسباب بازی از چین فعالیت کردم و از سال 2016 به صورت مستمر دیگه توی حوزه اتوماسیون صنعتی دارم فعالیت میکنم. ما بفرمایید دقیقاً الان چه کاری انجام میدید؟ الان توی دبی هستیم، شرکت فیوچر اسکای از سال 1999 توی حوزه اتوماسیون صنعتی فعالیت میکنه. از سال 2006 به صورت رسمی با نام شرکت فیوچر اسکای ثبت شده. نماینده 18 تا برند هستیم که عمدتاً اروپایی و تایوانی هستن. بسیار عالی. ما دقیقاً چه چیزی باعث شده که وارد حوزه تجارت و واردات اتوماسیون صنعتی بشین؟ من وارد اتوماسیون صنعتی نشدم حقیقتا. خیلی هم مقاومت کردم، دوست نداشتم این رشته رو. هنوزم موارد دیگری هست که شاید خیلی بهش بیشتر علاقه‌مند هستم. من میتونم بگم که وارد فروش شدم. فروش برام خیلی فرقی نمیکنه. اگه فردا مسئولیت دیگری داشته باشم توی شرکت دیگه کار بکنم که عرض کنم خدمتتون که محصولاتش اتوماسیون صنعتی و از جنس این کالاها نیست، سعی میکنم که باز توی اون حوزه مثمر ثمر باشم. ولی بعد از اینکه وارد اتوماسیون شدم برام جذابیت هایی داشت، چون توی فعالیت قبلیم که اسباب بازی بود با بچه‌ها بیشتر سر و کار داشتم، ولی توی حوزه اتوماسیون انقدر فرصت زیاد هست و انقدر جذابیت زیاد هست و انقدر شما میتونی کارهای قشنگ انجام بدی، علاقه‌مند شدم. یعنی مثل کسی که اول ازدواج میکنه بعد عاشق میشه، من این مدلی شدم. خیلی عالی. من با توجه به تجربه چند سالتون تو این حوزه چطور نیازهای بازار ایران رو بررسی کردین و تأمین داشتین تو این حوزه؟ ببینید، من توی سال 2016 از یک بیزینسی که توش تقریبا به موفقیت رسیده بودم، هر 3 ماه یا 4 ماه یک کانتینر کالا از چین واردات میکردیم و فروش خیلی خوبی داشتیم. ظرف مدت 3 سال البته به کمک خدا رحمتش کنه حاج آقای سوری که سرمایه گذاری خیلی زیادی کردن و بهمون کمک کردن که توی واردات بتونیم سرمایه خوبی بذاریم، تونستم توی 3 سال توی بازار 15 خرداد تهران توی حوزه اسباب بازی‌های کمک آموزشی و فکری به یه موفقیت خیلی خوب برسم. حالا اگه نگم اولین، جزو 3 تای اول اون بازار بودیم. آقای سوری تصمیم گرفتن که در ایران کسب و کار امارات رو توی ایران هم داشته باشن و به من مسئولیت مدیر فروشی دادن توی اون حوزه که بتونم کار برندینگ محصولات سنسور فشار رو انجام بدم. شروع کارم در واقع از اینجا بود. توی حوزه اسباب بازی من خیلی فعالیت‌های خوبی داشتم. یعنی فکر کنم که انقدر که اونجا تونستم مثمر ثمر باشم، هنوز توی اتوماسیون نتونستم این کارو بکنم. با یک کار خیلی ساده، با یک اتفاق خیلی ساده، یک روز یک روانشناسی مراجعه کرد و یک کالایی که ما 2-3 سال خریده بودیم و فروش نمیرفت، اصلا فروش نمیرفت، ایشون اون کالا رو خرید و ما کلا یک کارتون داشتیم، ایشون 2 تا خرید، بعد رفت هفته بعدش اومد 2 تا دیگه خرید و بعد رفت گفت هر چی که داری بهم بده. خب من میتونستم مثل خیلی از مشتری های دیگه یا فروشنده های دیگه
از فروش این کالا خوشحال باشم و ادامه کارمو بدم. ولی کنجکاو شدم که ایشون اینو برای چی خرید، چی کار داشت، چرا دیگران نخریدن. پرسجو کردم، متوجه شدم که ایشون مشاور کودکانه. رفتم مجموعه رو دیدم، تازه متوجه شدم که چرا این کالاها رو میخرن. بعد توضیح دادن به من، گفتن که شخصی هست به اسم مونتسوری، یک شخص ایتالیایی که این در واقع لوازم رو تولید کرده یا کشفشون کرده. هر کدوم از این لوازم رو توضیح دادن که چه ویژگی هایی داره. به عنوان مثال مثلا در حوزه چوب، وابستگی چوب به طبیعت و اون کارهایی که به اسکیل ها رو توی کودکان فعال میکرد و بهم توضیح دادن. در خرید بعدی روی این کالاها تمرکز کردم و توی 1 سال شدم بزرگترین فروشنده محصولات مونتسوری در ایران. یه چیزی که حس میکنی برات اضافه است، یه چیزی که فکر میکنی برات ایراده، یه چیزی که فکر میکنی برات صده، اون تبدیل میشه به موفقیته. درست. چه قشنگ. بله میتونه. خیلی قشنگ. بله خیلی قشنگ. شما هم جالب بود، از این نگاه هم بهش نگاه نکردم. بله نیازهای مهندس بازار ایران چی بررسی میکنید توی اتوماسیون و برق؟ ببینید خیلی روش‌های مختلفی هستش برای بررسی نیاز. به نظر من مهمترینش حضور در اون مارکته. امروز خیلی ابزار اومده، از هوش مصنوعی تا ابزار بیگ دیتا ها که میتونن آنالیز بکنن، قطعا خیلی بهمون کمک میکنن. ولی داده ها و ورودی ها خیلی مهمه. به نظر من نمیتونم در کوتاه مدت بشینم پای مثلا یک ابزار هوش مصنوعی بعد به اندازه اون کسی که 40 سال توی این مارکت مشتری داره، مشتری وقتی مراجعه میکنه نیازهاشو میگه، ایرادات کالایی که داره خرید میکنه یا توانمندیاشو میگه، بتونم به راحتی با این سیستم AI بهش دسترسی پیدا بکنم. نیاز بازار مکمل چند تا چیزه: حضور داشته باشی، مطالعه بکنی، تحقیقات بکنی، دیتا رو جمع آوری بکنی، از ابزارهای الان مثل هوش مصنوعی اینا بتونه استفاده بکنی و از همه مهمتر مداوم دنبال برطرف کردن نیاز مشتری باشی. مشتری خودش میگه که چی میخوام. اگر شما هدفت رفع مشکل، رفع چالش مشتری باشه، اونجا بزرگترین بازاره. خیلی عالی. ما توی شروع کار با ایران به چه مشکلایی خوردیم و این مشکلات باعث شد که مهاجرت کنید یا نه؟ اصلا قضیه ربط نداره به این مشکلات. نه مشکلات توی بازار ایران رو تقریبا فکر کنم هممون بهش آشنایی داریم. یه سری مشکلات خیلی کلی داریم، مثلا نوسان نرخ ارز، مثل عدم حمایت سازمان‌های دولتی یا گاورمنت از یا حتی اصناف از فعالان توی این حوزه کسب و کار اتوماسیون صنعتی و سایر کسب و کارها. عرض کنم خدمتتون که قضیه مهاجرت هم به خاطر مشکلات ایران نبود، به خاطر مسائل خانوادگی و اینکه توی دفتر دبی نیاز بود که من اونجا حضور داشته باشم. ولی چالش‌های ایران هم متاسفانه هست که اگر بتونیم برطرفش کنیم خیلی کمک میکنه به همه فعالان این صنف. ما به نظرتون اگه تحریما کنار بذاریم، پیچیده ترین مانع داخلی برای واردات تجهیزات اتوماسیون از دبی به ایران چیه؟ اگه تحریم رو بذاریم کنار، پیچیده ترین لینچ‌ها الان بار میارن، راحت مهندس قاچاق میارن، چه کسب و کاری راه افتاده براشون؟ آره ندارم فکر کنم به سوالتون که واقعا چیه. ما فکر می‌کنم تو بحث واردات انقدر مشکل داریم که یه بیزینسی اصلا راه انداختیم برای همین لنچی‌ها که بار دارن به صورت قاچاق میارن. اصلا من حس می‌کنم یه دونش اینه. من میگم سوادمونه. ما سواد واردات رو به اندازه کافی نداریم. من مهرداد اسفندیاری ندارم، من بازار ایران ندارم. من بزرگترین مانع رو این میبینم که به اندازه کافی سوادش رو نداریم. خرید و فروش کردن با بازرگانی کردن متفاوته. خرید و فروش یعنی یک کالایی رو با یک نرخی بخرم، هزینه ها رو محاسبه بکنم، یک حاشیه سودی داشته باشم و بفروشم. بازرگانی کردن داستانش فرق کنه، یعنی نیاز بازار رو پیدا بکنم، بر اساس نیاز بازار سرمایه گذاری بکنم
کالاها یا خدمات متناسب با نیاز اون بازار رو ارائه بدم و بعد این باعث میشه که من دسترسی پیدا بکنم به یک سیستم خیلی بزرگ. الان کمتر این کارو میکنن، یعنی بازار الان شما خیلی هستن که با یک کارتون، با 2 کارتون یا حتی با یک نیمه کانتینر فکر میکنن که بازرگان یا وارد کننده هستن. بنابراین یک دونه المان نیست که من میخوام اون یه دونه المان رو به عنوان شاخص اصلی بگم. خیلی موارد زیادی هستش به نظر من که باید رعایتش کرد. اصلی ترینش به نظر شما همون سواد کافی. توی این حوزه باید تخصص داشته باشیم، باید مطالعه داشته باشیم به نظرم. اوکی. به نظرتون هوش مصنوعی توی آینده به اتوماسیون صنعتی کمک میکنه و بازار رو یک رنگ دیگه میده و یا نه این اتفاق نمیفته؟ از نظر شما به نظر من 100% کمک میکنه. به عنوان مثال هوش مصنوعی هیچ وقت نمیاد جای PLC رو بگیره، ولی میتونه روی PLC سوار شه و با این اضافه کردن هوش مصنوعی به PLC و ابزارهای شبیه این باعث میشه که خیلی هوشمندانه تر بتونیم از اون امکاناتی که داریم استفاده بکنیم. خیلی خوبه اگر که ازش درست استفاده بشه، ولی از لحاظ دیتای من میگم فنی یه نفر باعث نمیشه که اون آدم تنبل بشه یا نه؟ این حس رو شما نمیکنید؟ چرا؟ یه مثال خیلی ساده از بگم خدمتتون. نویگیشن هایی که به اون کمک میکنن باعث میشن که دیرتر یاد بگیریم، در حالی که اگه اونا رو نداشته باشیم بیشتر دقت میکنیم و بیشتر یاد بگیریم. ولی این معنی و مفهومش این نیستش که اینا رو بذاریم کنار. یک آدمی که اطلاعاتش رو داشته باشه از هوش مصنوعی میتونه خیلی کمک بکنه برای سرعتش و برای بالا بردن کیفیت کارش. اگه از بیس اطلاعات رو نداشته باشیم به صرف اینکه بخوایم چند تا کلمه بزنیم در هر حوزه‌ای، از تولید محتوا تا مارکتینگ ریسرچ، فکر نمی‌کنم که اگر اطلاعات کامل و کافی و تخصصش رو نداشته باشیم بتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. هوش مصنوعی الان مثلا یک اصطلاحی داره به اسم در واقع گیج شدن یا توهم زدن. هوش مصنوعی ساختارش اینطوریه که به هر سوال شما پاسخ میده، ولی اینکه ما سوال درست رو بپرسیم خیلی مهمه و حالا تکنیکای خاص خودش رو داره. فکر کنم اگر کسی بتونه از اونها درست استفاده بکنه حتما میتونه خیلی نتایج خوبی بگیره. ما از مزیت کالایی که وارد میکنیم نسبت به تولید کننده های داخلی چیه؟ چه مزیتی کالای شما داره که توی ایران تولید کننده اون مزیت رو ندارن؟ ببینید تولید کننده های ایرانی خیلی خیلی باهوش هستن. محدودیت هایی که ما توی ایران داریم باعث شده که افرادی که خودآموز هستن خودشون خیلی تلاش میکنن. واقعا من خیلی انسان‌های با دانش در صنعت ایران دیدم که واقعا دانش و توانایی‌هاشون خیلی بالاست، ولی به خاطر محدودیت‌ها مثل سرمایه‌گذاری یا اینکه موارد دیگری که اون امکانات مناسب رو ندارن نتونستن محصولات با کیفیت تولید بکنن. من نمیتونم بگم که محصولاتی که ما وارد میکنیم همشون از تمام تولیدات داخلی بهترن. خیلی داره پیشرفت میکنه تولیدات داخلی، ولی موضوع اینه که ما در بیس یه مقداری مشکل و چالش داریم. مثلا در تولید بردها مسئله داریم. حتی خود کشور چین هم در حوزه‌ای که من تخصص دارم توی حوزه ترانسمیترهای فشار تا همین چند سال گذشته پیزوها و چیپست ها رو نمیتونست با کیفیت خوب تولید بکنه. همین الان هم بزرگترین تولید کننده های پیزو و چیپست امریکا و آلمان و سوئیس هستن. اکثرا اینا رو وارد می‌کردن. بعد ما تجربه داشتیم که محصولات یک کمپانی رو با پیزو و چیپست حالا امریکایی یا پیزو و چیپست خود چین از همون کارخونه تهیه کردیم با 7 یا 8 دلار اختلاف قیمت که میتونست یه انقلابی در فروش ما داشته باشه. ولی به محض اینکه اومدیم تستش کردیم دیدیم که کیفیتش اصلا خوب نیست. من فکر کنم ما یکی از بزرگترین مسائلمون اینه که ماشینالات مناسب برای تولید بردهای با کیفیت نداریم. بنابراین یک بخش زیادی از تولید در ایران بیشتر اسمبل کردن کالاست، نه تولید به معنای واقعی. یک موضوع دیگه هم آرندیه که خیلی جدی گرفته نمیشه، به اندازه کافی روش سرمایه گذاری نمیشه. به نظرم اینم خیلی مهمه. خیلی عالی. من مهمترین راهکارتون برای اعتماد مشتری به برندهای چینی چیه؟ چه راهکاری دارید؟
من خیلی بهش نگاه نمی‌کنم که این برند چینی هستش یا اینکه آلمانی هست یا حتی اصلا ایرانی هست، محصول کشور خودمونه. ببینید توی فروش باید متناسب با نیاز مشتری بهش کالا پیشنهاد داد. یک جای اون کالای چینی بهش بهتر کار میده، یک جای اون کالای ایرانی بهش بیشتر کار میده، چون همیشه المان تاثیرگذار قیمت یا کیفیت نیست، فرآیندی از همه ایناست. بعد ببینیم نیازش چیه. بنابراین فکر میکنم که من همیشه سعی کردم محصولی رو بگیرم که کیفیت بالاتری داشته باشه، چون اعتقاد به خدمات مشتری دارم. هر چقدر اونجا کیفیت بالاتر باشه اینجا چالش ها کمتره. بنابراین من خیلی به این شکل تفکیکش نمی کنم. معتقدم برندهای چینی هستن در حوزه خود ما که از برندهای آلمانی بهترن و میدونم و مطلع هستم که تعداد زیادی از این کمپانی‌های چینی دارن برای کمپانی‌های معتبر اروپایی حتی تولید میکنن به نام اروپا. خیلی عالی. واسه به نظرتون تو ایران کی ما میتونیم انقلاب صنعتی ببینیم؟ اصلا امکان پذیر هست این قضیه یا نه؟ من فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها اتفاق بیفته تا فرهنگمون رو تغییر ندیم. یعنی من فکر کنم ما یکی از اتفاقات خوبی که میتونه برامون بیفته اینه که بیشتر ببینیم. وقتی میبینیم یاد میگیریم. یه مقدار این محدود شده به جامعه خودمون. اگر نگاه کنیم توی صنعت خودمون، کسانی که بیشتر رفتن خارج از ایران، بیشتر بررسی کردن، بیشتر کشورهای مختلف و صنایع مختلف رو دیدن، راهکارهای بهتری با خودشون آوردن. وقتی میتونیم به این نقطه برسیم که ورود و خروج به کشورمون زیاد بشه. ما یک زمانی در گذشته هیئت‌های علمی ارسال می‌کردیم، می‌فرستادیم برن ژاپن، کشورهای مختلف کارخونه ها رو ببینن و با خودشون اطلاعات و دانش بیارن. ولی الان این به حداقل رسیده، بنابراین تاثیرگذار شده دیگه. حالا ممکنه قطعاً هست افرادی که به صورت شخصی این کارو میکنن، موفقیت‌های خوبی هم دارن، ولی این باید در سطح کلان توی جامعه اتفاق بیفته. واسه شده بخواد تو خونه کمک کنی بعد تبدیل بشه به فاجعه، بچه‌ها بگن تو رو خدا دست به چی نزن بشی؟ نه من توی خونه فلجم. یعنی من به هیچ چیزی دست نمیزنم، به هیچ چیزی. عرض کنم خدمتتون که اولا که کار تخصصی رو از پدرم یاد گرفتم. من پدرم یخچال خراب میشد خودش درست میکرد، تلویزیون خراب میشد خودش درست میکرد، ولی من از کودکی یاد گرفتم که این کار نکنم، اجازه بدم که اونو متخصصش درست بکنه و اونجا درآمد داشته باشه. من تو همون زمان اختصاص بدم به کاری که بلدم اونجا درآمد داشته باشم و توی خونه ظرف میشورم، جارو میزنم، خیلی کارا رو میکنم، اما یه دونه لامپ میخوام عوض بکنم نه انجام نمیشه. واسه قهرمان کودکیت توی کارتونا یا فیلم‌ها کی بوده؟ چه شخصیتی بوده؟ شاید به خاطر اینکه فوتبال رو دوست داشتم سوباسا. اهل آشپزی که پس نیستید؟ بسیار زیاد. من توی خونه فکر میکنم که میشه گفتش که مساوی آشپزی میکنیم. یعنی من و همسرم، البته یه دلیلش هم اینه که با هم همکار هستیم، با هم هر روز صبح میریم سر کار و بعد از ظهر رو برمیگردیم، تقریبا میتونم بگم به اندازه مساوی با هم آشپزی میکنیم. شده من از غذای درست کنه که تاش هیچکی نتونسته بخوره؟ شده که خودم نتونستم بخورم و بسیار زیاد. بله بسیار زیاد. یه وقتی یک خلاقیت هایی، من آشپز نیستم، یعنی هیچ ادعایی ندارم، آشپزی خوبی ندارم، ولی علاقه دارم بهش. به خاطر همین بعد خیلی اتفاق افتاد. ما از عجیب ترین غیر منتظره ترین تعریفی که از خودتون شنیدید چی بوده؟ مثلا یکی تعریف کرده و یه تعریف خیلی غیر منتظره بود. همین امروز آقای مهندس استادی گفت یک آدم منظم مرتب که من به خدا به استثنای کامپیوتر و مواردی که توی کامپیوتر انجام میدم در زندگیم آدم مرتبی نیستم. توی کامپیوتر دیتا هامو خیلی مرتب میچینم، پوشه بندی هم خیلی مرتب منظم هستش. اگر قرار باشه یه کاری بکنم
راحت پیداش میکنم، خیلی اون تو شلخته نیستم. خود کامپیوترم هم ازش خوب نگهداری میکنم، ولی به غیر از اون نه. به غیر از اون نه، توی خونه و جای دیگه بی‌نظم. ولی مثلا من شاید بگم راحت 40% بیزینسمو، چیزایی که یاد گرفتم واقعا از شما بوده. خیلی چیزاش واقعی. شما بزرگ. آره نه اینو واقعی دارم میگم، بی‌تعارف. و اینکه من خیلی همیشه از خدا سپاسگزارم که شما تو مسیر ما قرار گرفتین. این لطف خدا به منه که دوستای بزرگواری مثل شما دارم. لطفتونه. من و واقعا من فکر کنم که بزرگترین دارایی قطعا که برای همه ما خانواده‌مون هست، ولی میتونم بگم که بزرگترین دارایی من خانواده و ارتباطاتمه. هر چی دارم از اون ارتباطات هستش. ممنونم، لطف شماست. من عجیب‌ترین هدیه که گرفتی چی بوده؟ همین 3-4 روز پیش دوست عزیزمون از چین تشریف آوردن، بعد بهم گفتن که من یه هدیه خیلی خوب برات گرفتم. خیلی هم تعریف کرد از این هدیه، منم کلی ازشون تشکر کردم. بعد که داشتن از ماشین پیاده می شدن گفتن که من هدیه رو گذاشتم برای توی ماشین، چون پشت صندلی پشتی ماشین نشسته بودن. رفتم بازش کردم، دیدم که چقدر شیک و قشنگ، چقدر دفترچه. بعد متوجه شدم که ایشون زحمت کشیده یه نوشیدنی الکلی برای ما آورده. شما که عرض کنم خدمتتون بله، من خوشبختانه هیچ وقت علاقه‌ای نداشتم بهش. بعد نگاه کردم اینو چیکارش میتونم بکنم، نهایتا مجبور شدم منهدمش بکنه. ولی جالب این بودش که خیلی هزینه بالایی بابت این پرداخت کرده بود و با تجربه فرهنگ خودشون اون مدل اصیلش رو از چین پیدا کرده بود با هزینه خیلی زیاد و با سختی از چین تا دبی با خودش آورده بود. خیلی خب. من تو این قسمت میخوام سوال بپرسم، لطفاً تک کلمه‌ای جواب بدید. فیلم یا کتاب؟ هر دو. کدوم بیشتر؟ کتاب. یه کتاب معرفی میکنید. مصری. بله. خیلیه، نمیشه واقعا نمیشه یه کتاب معرفی کرد، ولی من میتونم کن بلانچارد رو معرفی بکنم به هر کسی که توی حوزه کسب و کار داره فعالیت میکنه. مهم نیست چه کسب و کاری، به هر پدری، به هر مادری و به هر انسانی میتونم کتابای ایشون رو به خصوص مشتریان دو آتیشه رو معرفی بکنم، چون که واقعا نگاه من رو نسبت به زندگی عوض کرد. یا کتاب گانکو نگاه من رو اصلا به دنیا، به ارتباط گرفتن تغییر داد. فکر کنم که این شخص خیلی. یا 2 تا کتاب دیگه هم، کتاب چرا و کتاب رهبران آخر غذا میخورند، به خصوص توی حوزه تیم ورک و رهبری، واقعا این کتابا خیلی روی من اثر گذاشته و خیلی چیزا رو ازشون یاد گرفتم. ممنونم. من وقتی خسته این سکوت یا موسیقی؟ موسیقی رو دوست ندارم. موسیقی اصلا اصلا. فقط خانومم تار میزنه دوست دارم گوش بدم. مجبور دوست داشته باشی؟ من نه دوست دارم ولی کلا نه، اهل موسیقی نیستم. نیستی. جالب شد. جاده یا مقصد؟ با همه. کدومش بیشتر؟ تو جاده بیشتر یاد میگیری. جاده بیشتر. مقصد مثل اینه که دیگه باید تمام. خدا نگهدار. جایی که دوست داری برای اولین بار سفر کنی بهش؟ برای اولین بار جایی که نرفته باشم. آره که خیلی تو ذهنت برنامه داره که به اونجا بری. والا خیلیه. نه کدوم اولویتته تو ذهنت؟ خیلی دوست داشتم ژاپنو، مطالعه می‌کردم راجع به ژاپن و کتاب‌های متفاوتی رو در موردش خونده بودم. ولی اخیراً یه مقداری نگاهم مثل قبل نیست. البته دوستانی داشتم، ارتباطات جدیدی داشتم با شرکت‌های ژاپنی. نمیدونم، شاید دوست دارم که یه سری کشورهایی مثلا هلند رو ببینم. هلند. جالب شد. بزرگترین شانس زندگیتون؟ خیلی اونم خیلی زیادن. من فکر کنم خیلی آدم خوششانسی هستم. معتقدم که انسان بسیار بسیار خوششانسی هستم. اگه یه دونه رو بخوام به عنوان بزرگترین، داماد آقای سوری شدن،
حاج آقای بزرگ، خدا رحمتشون خدا کنه. رحمتشون کنه، روشون شاد یعنی باشه. داشتن یک چنین انسانی به عنوان پدر همسر، به عنوان دوست، به عنوان مدیر و رهبر مجموعه شرکت فیوچر اسکای بزرگترین شانس زندگی. خیلی عالی. آرامش خانواده یا آسایش مالی؟ آرامش خانواده. آرامش خانواده. شهرت زیاد یا سود زیاد؟ سود. شهرت رو دوست نداری؟ نه. رقیب؟ راجع به رقیب بخوام نه، تک کلمه‌ای بخوام بگی. رفیق. رفیق. رقیب رفیقه. رفیق. قشنگه. رفیق. یه نفر میتونه نام ببره تو ذهن. رامین اسفندیاری. خیلی عالی. حاجی سوری، حاج آقا سوری. هر چی دارم ازشونه، یعنی تموم نمیشه. حضورشون همیشه هست. هر روز یادشون میاد. خیلی. مادر دیگه عشق دیگه. حالا متاسفانه ما خیلی زود از دستشون دادیم. ولی عشق. مهرداد اسفندیاری. عاشق مشتری مداری. من مهمترین یا طلایی ترین نصیحتی که میتونی بکنی به مهندسان آینده ساز این مملکت چیه؟ چه نصیحتی میکنید؟ من دوست دارم که یک کتاب معرفی بکنم، نه به مهندسین، به همه اون افرادی که بخوان وارد حوزه کسب و کار بشن. کتاب المنت نوشته آقای سر کن رابینسون، به ایشون بریتانیایی هستن، لقب سر دادن. در واقع کل منظور این کتاب اینه که نقطه تلاقی عشق و علاقه و مهارت و اون جایی که همدیگر رو قطع میکنن ما بهش میگیم المنت. اگه المنت خودتو پیدا بکنی حتما موفق میشی، ولی اگه یکیشو نداشته باشی، یعنی یک کاری خیلی دوستش داشته باشی ولی مهارتشو نداشته باشی، یا یک کاری مهارتشو داشته باشی خیلی خوب ولی دوستش نداشته باشی، این موفقیت یه مقدار شانسی میشه. خیلی قشنگه. من دوست دارم که یعنی نصیحت نیست، چون به خودم خیلی کمک کرده. فکر می‌کنم کسایی که میخوان وارد حوزه کسب و کار بشن، کسایی که میخوان، حتی مهندسای خودمون، اگه نگاه اینطوری داشته باشن حتما راه خودشون پیدا میکنن. خیلی عالی. بزرگترین تهدید در کسب و کار امروزی به نظرتون چیه؟ من همچنان فکر میکنم که توی دنیایی که رقابت هر روز داره بیشتر میشه، حالا منهای ایران به خاطر بحث تورم قیمت کالا هر روز داره میاد پایین‌تر. یعنی ما ماشین رو وقتی مقایسه میکنیم با چند سال گذشته، حالا در اکثر کشورها به این شکلی که خیلی راحت‌تر، دست یافتنی‌تر شده. به نظر من پادشاه مشتریه، اونی که تصمیم میگیره از کی بخرم، چی بخرم، چه زمانی بخرم. اگه بتونیم خدمات مشتری خوب بدیم، من فکر کنم این مهمترین گزینه‌ای که میتونه باشه. خیلی عالی. 10 سال آینده خودتون رو کجا می‌بینید مهندس؟ صاحب یک برند خوب. برند خوب. چه کسی بوده مهندس تو تمام مراحل زندگی که حمایتتون کرده و همیشه پشتتون در اومده، حتی با اینکه یه خطایی انجام دادین تو بیزینسه، شاید یه جایی مثلا حالا گفتین تو کسب و کار شاید موفق بودین شاید نبودین ولی همیشه پشتتون بود؟ اولین باری که رفتم خرید چیز زیادی نداشتم، تقریبا همه پولمو از دیگران به عنوان سرمایه گرفتم. بعد رفتم خرید کردم، خب خیلی اشتباهات داشتم. اولین و بزرگترینش عدم تسلط به زبان انگلیسی بود. دومیش این بودش که وقتی کار خرید رو انجام دادم اومدم توی ایران، اون عزیز تماس میگرفت من، چون ارتباطات خیلی مثل الان نبود، مثل ویچت همه ازش استفاده بکنن. ایشون تماس میگرفت، صحبتش رو میکرد، منم انگلیسی متوجه نمیشدم، همه رو با یه دونه یس و اوکی پیش می‌بردم و بعد در نهایت وقتی کالا رو گرفتم متوجه شدم که خیلی اتفاق افتاده. رنگ ها عوض شده بود، مدل ها عوض شده بود، تعداد عوض شده بود و موفق نشدم. توی اون خرید و فروش یه دونه ماشین صفر پدرم بهم هدیه داده بود که رفت.
ولی توی همون حالت هم ازم حمایت کرد. فکر کنم بزرگترینشون ایشون بوده. خیلی عالی، خیلی عالی. ما این جمله رو لطفا کامل کنید. اتوماسیون صنعتی یعنی هوشمندسازی به نظر من. هوشمند. استفاده بهینه. استفاده بهینه. ما چیزی هست که ازتون نپرسیدم یا دلتون بخواد اینجا بگیم؟ نه، من فقط میخوام تشکر بکنم از شما. ممنونم ازتون بابت برنامه خوبی که دارید. سلامت باشید. عرض کنم خدمتتون که بابت نگاهتون، بابت شخصیتتون واقعا دوستتون دارم. خیلی علاقه‌مندم به شما و اخوی گرامی. دوست دارم تشکر کنم از همسرم که کلی کمکم میکنه، از پدرم، از دخترم که داره به هم زبان انگلیسی رو یاد میده. الان قرار شده جمله بگین از طرف ریحانه جان. آره، نه من فقط ازش تشکر میکنم. خیلی ممنون. نه ایشون واقعا داره کمک میکنه به هم زبان انگلیسی رو یاد میده و ازش خیلی ممنونم. قربونت بشم. مرسی. خیلی ممنونم که ما از تشریف آوردین، اذیتتون هم کردیم. امیدوارم که بهترین جاها ببینمتون و مطمئنا میبینمتون، مطمئنا، و هیچ وقت به شخص خوبیایی که در حق تیم ما داشتین رو فراموش نمی‌کنم و امیدوارم که یه روز واقعا لیاقت اینو داشته باشین که واقعا یه جایی بتونیم جبران کنیم تمام لطفتون. زنده باشید، بزرگوارید شما. اختیار دارید. من خیلی چیزا رو از شما یاد گرفتم، از اخوی گرامی، و بازم ممنونم ازتون. خواهش می‌کنم. اینکه یه چنین نگاهی دارید، نگاه مثبت و تلاش مستمر. ان شاءالله همیشه موفق باشید. من به رسم یادبود یه هدیه خیلی کوچولو. خیلی ممنونم ازتون. ممنونم. خیلی ارزشمنده. ممنونم از شما. دستتون درد نکنه و از همکاراتون هم خیلی سپاسگزارم. خیلی مخلصم. دستتون درد نکنه. دست شما درد نکنه. مخلصم.